با عرض سلام و ادب خدمت دوستان. آموزشی دیگر است در بخش آوین پیری 102 و ما قبلا هم در بخش سینکشی درآمد و برآمد پیر کار کردیم. قسمت آنالوگ ما یا قسمتی از همه مهمه که نوع در خودی بگیم پیر در خودی همه PLC ها هست. همین آموزش درآمد و برآمدهای آنالوگ است. این فرض کنیم در خود پیر به همین شکل گفتگی هست، یعنی اگر درآمد و برآمد آنالوگ ما شکل جرا میگیریم. سر اول میریم قسمت همین خود درآمد و برآمد آنالوگ چی هستند و اونا چی کاربرد دارن. مثال یک قسم آدم هست که عموما درباره این معلومات ندارن. ما از شکل بگیم اگر سیگنال ها را بگیریم ما دو نوع سیگنال داریم که با اونا میگیم سیگنالی دیجیتال و آنالوگ. دیجیتال یعنی همون دیسکریت، نه آنالوگ. خیلی آنالوگ هم ترجمه‌ش آنالوگ است. دیسکریتی یعنی نوع خودش چگونه است. فقط ما حالتی صفر و حالتی یک داریم. اگر سیگنال نباشد صفر و اگر که باشد یک. تمامی کانتکت ها خب حس کننده هایی که یگان چیز انسان میبینند کرده محدود کننده همه اینا هستن نوعی دیجیتال یا که همون دیسکریتی، چون که زمانی که همون سیگنال رو میبینن خب حالت یک میشه. اما آنالوگ به این شکل نیست. خب آنالوگ یک قیمتی هست، یک بزرگی را او ایفاده میکند وابسته به همون نوعی داشت که مثال ما چگونه گیم بزرگی را چین میکنیم. فرض بکنیم مثال ما فشار را میبینیم و همون بزرگی فشار را ما مثال میخوایم که در PLC خودمون بخونیم. فشار که نوعی مثال آنالوگ است، این دیجیتال نیست که مثال صفر و یک، یعنی فشار چقدر که هست ما حتما اونو میخوایم ببینیم. یا که مثال ما حرارت میخوایم دیدن، مثال خونه حرارت هم اگر سیگنالی که ما اینجا حس کننده داریم که 24 میلی هست و دیگر بزرگی ها مثال هست نمی را میبیند، با هست سطح میبیند، اینم آنالوگ است. بسیار از این بزرگی هایی که آنالوگ ما چین میکنیم. اما در نوبت خود مثال آنالوگ میشد دو نمود سیگنالی 4 میلی آمپر، یعنی نمود جریانی و نمود شدتی. نمود جریانی و شدتی چه فرق دارن؟ سر اول از روی سینکششون حتما که فرق میکنن. بعد از نوع بزرگیشون ما با شدت چین میکنیم یا که ما با جریان چین میکنیم همون بزرگی را. و مثال شدت چیز؟ شدتی که ما در اینجا هست از روی سیگنالی از 0 تا 10 ولت داریم، از 0 تا مثبت 10 ولت. بعضی جا هم هست که از منفی 10 ولت تا مثبت 10 ولت هم هست، یعنی همین استاندارد است. از نوع جریانی باشد از سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر، یعنی ما هم از مینوس 20 تا 20 هم داریم چیزا، یعنی سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر. فرض بر این میگیریم که چرا مثال 0 تا 20 میلی آمپر نگرفتم و از 4 تا 20 میلی آمپر گرفتم. نقطهش در اینجاست که ما اگر زمانی که سیم ما قطع شود این 0 میلی آمپر است، 0 میلی آمپر است. و اگر که سیم پیوست باشد و خوبترین بزرگی که ما چین میکنیم از 4 میلی آمپر سر میشد. یعنی علاقه اینجا معلوم میشود که ما میتونیم که تشخیص دهیم که سیم حس کننده ما در چی که ما پیوست است یا که نه. اگر مثال سیگنال 0 تا 20 میلی آمپر باشد سیم کنده شود که همون 0 میلی آمپر است. بعضی جا هم هست که اصلا ایرور میتید بزرگی خود دو و با هر حال مقصدش هم همین است. فرقیت شدت جریانی در چیست؟
یعنی مثال چرا که فقط مثال ما شدتی نگرفتیم و جریانی باز مقصد گرفتیم. معمولا جریانی مشهورتر بگیم بسیارتر استفاده می شود، چون که نوع شدتی یک کمبودی دارد. زمانی که مسافت دورتر می شود، یعنی شما از یک مسافت دورتر چین میکنید شدت، خب میدونید که ما افزایش شدت داریم، یعنی شدت میافتد و بزرگی ما نادرست میشه، کمتر چین کردن میشه. و از همین جهت جریانی را استفاده میکنن، چون که ما با جریان کار میکنیم. خب چه مسافه هم که باشه، مسافه دورتر هم که باشد، بالای جریان تاثیر نمیره. اما باز بالای جریان دیگر چیز تاثیر میرساند. این همون نویز است، همون همیخی که ما داریم. اگر برای با همراهی سیمی قدرتی اگر رود، سیمایی که از اون جریان زیاد جاری می شود و میدان مگنیتی اون به این حس کننده جریان ما تاثیر خطر میرساند و نوع جریان حتما که باید هرچند باید حتما همون شیلد اکرانشون باشند، اکرانی که برای خود حس کننده ها هست که همون نویز به اونو تاثیر نرساند. و این است نوعی شدتی و جرانی. و ما باز حس کننده حرارت هم داریم که اونا در نوبت خودشون گوناگونن. اونا نوعی مقاومتی هست، نوعی ترموکوپلر هست، همون 2 سیما و 3 سیما داریم، با پیتی 100 داریم، پیتی 1000 داریم، با NTC داریم، PTC داریم، نوعی گوناگون هستن. اونا هم نوعی اونا هم سیگنال های حس کننده های انالوگ هستن، چون که در اونا هم جریان شدت های خرد کار میکنن، سیگنال انالوگ کار میکنن. و در خود آون هم همین نقطه هست. یعنی ما اگر داخل برنامهش میریم و از قسمت تنظیمات تجهیزات میریم درآمد انالوگ، فرض کنیم انالوگ پنجم من اگر قسمت نوع انالوگ اگر باز کنم، بینیم که ما چقدر انتخاب اینجا داریم. ما میتونیم که از نوع انالوگ 0 تا 30 کیلو اوم مونیم، از نوع شدتی 0.10 ولت 420 میلی امپره، PT 500. خب 500 پی این نمیدونم چی هست. این نوع PT 1000 را چین میکند. خب NTC را چین میکند این. و یک سری قسمت ها برای چیزی که نیاز باشد میتونید که از اینجا مشاهده کنید، همون ها پیوست کنید. یعنی یک طرف مثبتی که من در خود همین پیر آون میبینم همین است که ما یک جای مثال میتونیم که ورودی درآمد همین انالوگ غیر سیگنال 420 میلی امپره و 0.10 ولت ما میتوانیم حس کننده حرارت هم اونجا پیوست کنیم. یعنی حرارت هم میتوانیم که این در هر گونه این مدل های انالوگ نیستن. این کامل من اینجا درباره اپلیکیشنش هم گفتگی است که چگونه تنظیمات از اینا ما بعدا میگذاریم. اما فقط اینجا قسمتی از آموزش ما فقط بحثی نوعی شدتی و جریان. برای سیمکشی جریان ما نیاز است منفی را در کام 3 و مثبت در E1 وصل کنیم در خود آوی. و برای شدتی باشد منفی را در کام 3، اینجا کام 3 نمونه است، ما چند تا کام اینجا داریم، در کام پیوست میکنیم مشترک و مثبت هم و E1. یعنی ما از E1 و E1 استفاده میکنیم. فقط یک نقطه است، در بعضی PLC ها ما وقتی که جریانی را استفاده میکنیم، یعنی جریانی را با این جمپر میکنیم با E1 که اینجا نیاز نیست، علاهیدگی استفاده میکنیم. اگر نوعی مقاومتی حرارت ما خواستیم چک کنیم، اینم از شدت استفاده میکنیم، از جریان نه. خب بینید همش نوعی مقاومتی از روی شدت استفاده میکنیم. اینم هست بحثی همون حس کننده های حرارت و سیگنال های جریان و شدتی که ما برای انالوگ نیاز داشتیم. مثال ما با کدوم خاطر این آموزش گرفتیم، چون که سرول یک معلومات کوتاه داشته باشه در بحث حس کننده ها و بعد میریم سراغ خود حس کننده ها و سیمکشی اونا با آوی.